نکوداشت استاد اندیشه و هنر عالی جناب علی حاتمی. اگر غفلت نهان در سنگ خارا می کند ما را، جوان مرد است درد عشق پیدا می کند ما را. باور دارم که تیرک چادر هستی عشق است، پس اختیار و معرفت غرامت دارد و پاسداریش جانفشانی می طلبد. مرد این میدان کیست؟ نیک نامی از بلاد ایران زمین، خردمندی از آستانه اندیشه و هنر ایران زمین، گوهری تابنده در یم وجود که نقل مردم و بینش فرزانگان همچون امواج دریا ایشان را صیقل داده است. حال ارمغان این پیر صحبت، پیر دلیل، اندوخته 1000 ساله نیاکان است. باشد که غنیمت شمریم و بر نوجوان و جوان عزیز هدیه کنیم. بازوبند همت بر بازویش، شال صداقت بر کمرش، حلقه وفاداری بر انگشتش، دستمال راستی بر سرش و پرچم حق جویی به دستش دهیم تا به غیرت سرشت پاک الهی و ارثیه ناب خانواده در وطن ایران جاوید شادمانه زندگی کند. عالی جناب استاد علی حاتمی، قافله سالار کاروان اندیشه و هنر راستین، روح معزز و شریف حضرت عالی شاد و راه منورتان پر رهرو باد. خاکپای خردمندان طربخانه ادب الهی احمد رضا اسعدی.